سلام. بله این خستگی بود در رفت. سلام صبحتون بخیر. بچه امروز یه اون روزای نادر هستش که بنده ساعت 6 صبح خوابیدم و ساعت 8 صبح بیدار شدم. خب چه کاریه؟ چرا من خوابیدم سر 2 ساعت؟ اصلا هم دوست نداشتم بیدار شم، مجبور شدم. دیگه کار اداری دارم بعد بیدار شم دیگه. حالا همین که هست. بله قبل از اینکه دوش بگیرم بعد مومو شونه کنم. ما دخترا میدونیم چرا باید شونه کنیم قبل از همون. میدونم شما پسرا شونه نمی‌کنین. ما خودمون میدونیم. خب توضیح میدم. اگه گره رو آب بزنی بیشتر آب میخوره. نه اشتباه گفتم. گره رو آب بزنی بیشتر گره میخوره. متوجه شدید؟ بله بعد از اینکه مومو شونه کردم این قطره بتامتازونه که وارد چشم‌هایم میشود برای اینکه چشم شستشو پیدا کنه کله صبح. من نمیدونم این چیه که دکتر بهم گفت. بله بعدش میریم پیش به سوی صبحانه. بفرمایید جاتون خالی. 2 تا دونه تخم مرغ قراره بذارم تو رگ با قهوه و نسکافه و اینا، چون قبل همون به نظرم آدم بس صبحونه بخوره وگرنه عصبانی میشود. بفرمایید. بعد از اینکه صبحونه رو خوردم بله جاتون خالی. مثلا خیلی با کلاسم شام فود میکنم و اینا. شما فکر کنید من خیلی با کلاسم. خب اما اولش شام فود کردم بین خودمون باشه شام تمام بشه پیش به سوی حموم و دیگه من برم حموم کنم. اینجا بعدش شما نمیاین. فعلا خدافظ.